اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تمام مخلصان عزیز برنامه های آستانه و این چنین برنامه های دیگری پیام، هموطنان عزیز هر کجا هم باشید، صحت و سلامت در پناه پروردگار یگانه باشید. امروز به نزد شما با یکی از موضوعهای مهمی اولیوی آمدم. موضوعی که در حقیقت خیلی زیاد ناخودآگاه و آن مرتکب می شویم. خطاگی، اشتباه، حتی گناه بزرگی که ناخودآگاه به آن مرتکب می شویم و پس از خیلی دیر شدن آگاه می شویم که این گناه ما بود، اشتباه ما بود که فرزند ما به چنین روز افتاد یا خود ما به چنین روز افتادیم. موضوع امروزه من موضوع عاقبت ناعدالتی، عاقبت تبعیض بین فرزندان می باشد. چطوری که می دانیم در شریعت اسلام بزرگترین اطاعت یا بزرگترین سرخم کردن پس از اطاعت پروردگار این اطاعت پدر و مادر می باشد و هر یک مسلمان بعد از فرمانبرداری پروردگارش باید فرمانبرداری پدر و مادر باشد، اما به شرطی که بالای خودش ظلم نباشد و این چنین آن چیزی که ایشان میفرمایند خلاف فرموده الله نباشد. و میبینیم که در قرآن کریم یگانه انسان هایی که الله میگوید ولا تقل لهما اوف ولا تنهرهما، و آنها نه اوف بگو و آنها را زجر نکن، صدایت را بلند نکن، با آنها با خشونت و با یک دغلی مناسبت نکن. این پدر و مادر می باشند. الله میگوید با آنها دغلانه مناسبت نکن، حتی اوف هم نگو. یعنی من بیزار شدم، من نمیخوام، چیزی که شما میفرمایید مرا دلگیرم کرد، حتی این گونه صحبتم نکن. در دوامش هم باز میبینید که یک چند آیات هایی که پروردگار درباره حق خودش صحبت میکند همانا بعد از آن عطف میکند اطاعت یا نیکی کردن به پدر و مادر را. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. پروردگارت فرض کرد برای تو میفرماید که یگانه او را عبادت کن، نزد کسی خواری و ذلت و عبادت خود را نبر و این چنین به پدر و مادر خود نیکی کن. و در زمان حاضر و پیشتر هم میبینیم که این همه امر پروردگار درباره نیکی به پدر و مادر است، اما بعضی ها هستند که بر علاوه به جای نیکی کردن به پدر و مادر خود ضرر میرسانند. بعضی ها بر علاوه در کجا نشستن حرفی بد از پدر و مادر خود میگویند و حتی انسان‌هایی را می‌بینید که پس از مرگ پدر و مادر هم به خوبی آنها را یاد نمی‌کنند و میگویند ظالمی بیش نبود یا میگویند خدا رحمتش کند، اما چقدر بالای من ناعدالتی کرد، چه در تقسیم میراث، چه در خواندن و به مرا صاحب علم کردن و عموما در بسیار مسئله ها. و اینجا یکی از سبب‌های این که فرزندان به جای به پدر و مادر نکوکار باشند برعکس عاق پدر و مادر می شوند و هم خود آنها را بد می بینند و همیشان یعنی پدر و مادر حتی دعای بد می کنند. این است که فرزندان از کوچکی در پدر و مادر ناعدالتی دیدند و می داند که عدالت، برابری و این چنین تبعیض نکردن و همه را در جایش ماندن و به همه حق خودش را دادن ریشه فطری در قلب هر یک انسان است. حتی کودک هم وقتی او را جدایش کردید و به دیگر زیادتر اهمیت دادید این را حس میکند و حتی انسان های بزرگ هم وقتی ناعدالتی را دیدن، وقتی فطرت تازه و سلیم دارند، چون ریشه آن را پروردگار در درون انسان ها کاشته است، انسان و ظلم و بی‌عدالتی صبر کرده نمیتواند تا اینکه دیگر انسان از حد مرتکب گناه شود و قلب او دیگر محکم شود یا گفتیم مهر زده شود و دیگر عدالت چیست و ناعدالتی چیست، سیاه و سفید بین اینها فرق کرده نتواند. انا برای همین هم عزیزان، برای آن که فرزندان در آینده عاق پدر و مادر نشوند،
نافرمانبردار پدر و مادر نشوند. به جای به نیکی یاد کردن و شکرگزاری به پدر و مادر، برعکس در همه جا نگویند که کاش من در عائله دیگر به دنیا می آمدم، کاش پروردگار برای من دیگر پدر و مادر را نصیب می کرده. و این چنین خود پدر و مادر هم این مسئولیت وزمین را در نزد پروردگار به آلایش کاملا انجام بدهند. باید عدالتی و این چنین برابری را بین فرزندان رعایت کرد. و میبینیم که ما یک چند نمود ناعدالتی داریم، یعنی بعضی ها دیده و دانسته، بعضی ها ناخودآگاه، بعضی ها بالای احساسات خود و یا اینکه حسیات خود غالب آمده نتوانسته بین فرزندان خود عدل نمی کنند. و در شریعت حتی در مسئله بوسه کردن، حتی در مسئله بغل کردن، در مسئله کوچکترین هدایا باید پدر و مادر بین فرزندان عدل کنند. ببینید که عائله های هستند که فقط به خاطر آنکه فرزند دختر هست، او را همیشه تحقیرش میکنند، او را از میراث محروم میکنند، او را از خواسته ها و این چنین از آن چیزی که از دستش می آید برای اون و جای اون که او را دستگیری کنند، برعکس کنارش میگذارند و میگویند جای این خانه شوهر است، ما باید تمام حرکت را برای پسر کنیم. همین گونه عائله ها کم نیستند. همین گونه عائله ها کم نیستند که میگویند دخترک چی هست و خواندنش چی است، دخترک چی هست و صاحب مال شدنش چی است، دخترک چی هست و اختیار و خواهش داشتن چی است. این خانه شوهر می رود، این را تا 18 سالگی بدارد، بعدش روانش کنید، اما این پسر است که باید صاحب کسب و هنر باشد، این پسر است که صاحب میراث و پول باشد، این پسر است که ما باید به خاطر تحصیل و به خاطر آینده او هرچی از دستمون می آید بکنیم. همین گونه انسان ها کم نیستند. و این چونین کم نیستند عائله هایی که وقتی پسرچه به دنیا آمد یک و یک باره برای شکرگزاری توی میکنند و عقیقه میکنند و مهمانداری میکنند و از خود تولدخانه با گل و گلدسته و مبارک شود و خوش آمدی پیشواز میگیرند. وقتی دخترچه تولد میشود، حتی خود پدر دخترچه هم نزد بیمارخانه یا تولدخانه نمی رود. و حتی بارها و بارها می شنوید که یک عروس به خاطر آنکه فرزند سیومش هم دختر هست آماده هست، راضی هست برود و کودک را نابود کند، به خاطر آنکه ننگ نشود به پدرش، ننگ نشود و شرمنده نشود در نزد خوشدامن و در نزد خویش و تبارش. ببینید که یعنی تا چی اندازه ناعدالتی در بعضی عائله ها هست، فقط به خاطر آنکه این فرزند دختر است، او را از مهربانی و از آینده و از مال و از هر چی که حقش است او را محرومش میسازند. سپس یک شکایت میکنن که دختری من بیروح هست، گپ نادرو هست، رو برای من نشسته به من گپ میگرداند، چیزی دیگر است. آخر وقتی این بی عدالتی رو از کودکی دید، وقتی از خوردی تو دختر هستی تو پسر هستی، پسر تاج سر است، دختر مال مردم است گویان با او معامله شد، پس چی کار میکند؟ وقتی به او این گونه ناعدالتی شد، از او دیگر چه انصاف و چه عدل و چه مهربانی باید انتظار شد. ببینید الله با ما در قرآن صحبت میکند و از زمان جاهلیت حکایت کرده میگوید و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا و هو کظیم. وقتی یکی از این مشرکان مکه را بشارت داده میشد که مبارک باشد شما صاحب دختر شدید، از غم و از ننگ و از عار چهرهش را سیاه میکرد، اینقدر منکدر میشد و هو کظیم و به غضب می آمد. یعنی چهرهش را درشت و نارضاییش را بیان کردن که از شکلش معلوم بود چیزی دیگر بود، باز به غضب می آمد. در دوامش الله میگوید آیا رفته زنده به زنده گورش میکنی یا میکشی، از چی کارش میکنی؟ یعنی این گونه انسان ها بودن. ببینید که این خلق جاهلیت هنوز هم هست. 4 پسردار میشوند بکنه، یکی 4 دختردار شدن، حتی زنهایی هستند که طلاق میگیرند که این موضوع خیلی یک موضوع مصیبت است. پس این رو باید بدانیم که آره پس از مرگ پدر و مادر للذکر مثل حظ الانثیین، الله تقسیم کرده است میراث رو که اگر برادر 2 قسم گیرد دختر 1 قسم میگیرد. این بعد از مرگ پدر و مادر که از این قسم یگان قسم هم از 101 هم برای دختر در جای ما نیست. اما در زندگی باید
در نگاه و در مهربانی و در از پسی او شدن و در تمام خواهشاتی که به یک پسر تو اجازه میدهی، البته اگر در آن یگان خلاف شرع نباشد به دخترک هم باید اجازه داد. نباید جدا کرد که نه من پسرم رو میخوانم، دخترم حتی به مکتب میانه نرود. پسر هرچی خواهد میخرد، دختر وقت شوهر کرد میخرد. برای پسرم همه این خانه هست، دخترم مال مردم است، بعد از شوهر کردنش اوه الله دیگر من به او کاری ندارم. ببینید که چقدر بی‌عدالتی است. و این همه اکثریت خواهرانی که امروز در روسیه یا در مردکاری هستند یا خواهرکانی که به بعضی گناه ها دست دادن، یکمین سببش رو میپرسی میگوید مرا از عائله‌ام کسی دستگیری نکرد. و من یک در خانهشان رو ندادن، یک در عاقلشان رو، خانه حیوانشان رو برای من جدا نکردم. وقتی من از شوهر برگشتم دیگر چاره نداشتم که این به سرسانی آمدم و این به آلایش آمدم. انا نتیجه اون ناعدالتی از اینکه ما پسر رو بالا میدانیم و دخترک رو پایانتر میدانیم، در حالی که آره هرگز پسر و دختر برابر نیست. از اینکه یکی قوت دارد یکی دخترک خودش ضعیف است، اما در مسئله پدر و مادر اینم فرزندی تو است، اینم فرزندی تو است. گناه هیچ دختری نیست که دختر به دنیا آمد. کسی در دستش دختر به دنیا آمدن و پسر به دنیا آمدن نبود که باید اینها رو جدا کرد. و این اولین نمود ناعدالتی در زیاد عائله ها می شود از خوردی. و یکی اگر پس از 4 دختر یک پسر به دنیا آمد، دیگر 4 دختر فراموش می شود. همه انتباه و فکر و نقشه ها برای آینده یک پسرچه است. دیگر دخترک ها حیران هستند که گناهی ما چی است؟ ما چی فرق داریم از این برادر کوچکمون که ما رو نادیده میگیرن؟ برای هر یک خندش، برای او تشکر، برای هر یک بزرگترین حتی کارهایی که ما انجام میدیم حتی یک نظر لطف هم ندارن. چیزی دیگر، یکی از نمودهای دیگری ناعدالتی بین فرزندان این در مسئله ذکاوت و زیبایی هست. بگذاریم اول به مسئله زیبایی. همه میدونیم که انسان شکل خودش رو اختیار نمی کند. ما با چخیل چشم به دنیا می آییم، با چخیل بینی و دهان و قد و عموما ظاهر به دنیا می آییم. این به دست الله هست. یعنی خلقت ما چگونه بودن خلقت ما به دست پروردگار است و این الله هست که مصور است، مویان رو کشیده است و یعنی صورت ما رو او اختیار میکند. در بعضی عائله ها چی بین دخترچه ها باشد چی بین پسرچه ها، یک نفر اگر موی های زرد و باز که ما خیلی زود طرف های بیگانه را دوست می داریم، شکلش به تاجیک مانند نیست، چشم های کبود دارد و موی های زرد دارد و صحبت های شیرین تر است، زیادی به او انتباه داده می شود، زیادی به او اهمیت داده می شود. و دیگر فرزندان نه. گناه دیگر فرزندان چی است که چشم آنها کبود نشد و موی آنها زرد نشد و رنگ پوست آنها سفید نشد. و همین گونه برای یک کودک زیباتر زیاد اهمیت دادن هم در بسیار، حتی بعد از بزرگی هم 4 دختر هستند، این دیگر هست، این یک فرشته هست، این به مادری من مانند است، این به پدری من مانند است، این به یگان نفر دیگر مانند است. در بین دیگر فرزندها اون نفر رو گشته و برگشته تعریفش میکنن و کمی بعد میبینیم که پیامد این تعریف ها چی میشود. یا برای ذکاوت میدانیم که چگونه ای که شکل انسان ها متوافت است و عقل آنها دیگر و سلوک آنها دیگر هست، عقل آنها هم همین گونه از هم تفاوت دارند، یعنی دیگر هستند. هرگز 2 انسان در ذکاوت یک خیل نمی شود. هرگز از یک پدر و مادر 4 فرزندی که در ذکاوت یک خیل باشند نمی شود. و گفته خودمون 5 پنجه هرگز برابر نیست. و به خاطر اینکه ذهن یک کودک کنتر است، همیشه او را در همه جا پستش میزنند که این اگر خدای نکرده در عائله یگان نفر رو بد بینند، این به همون عمه‌اش مانند است، به همون خاله‌اش مانند است، به همون عمکی‌اش مانند است. یعنی با یگان نفر مانند کرده یک کودک رو خیلی پس میزنند. اما کودکی که ذکاوت دارد ماشاءالله به خود من رفته است، عین من هست یا عین خدا رحمتی مادرم یا پدرم هست. و میبینید که اون 2 کودک، اونی که ذکاوتش پایان‌تر است، که ذکاوت هم رزق پروردگار است، مثل حسن رزق پروردگار است و این رو تو بخروی خود اختیار نمی کنیم. پروردگار است که برای تو تقسیم کرده است و باید راضی باشی و اول شده پدر و مادر باید به این رزق
راضی باشند که کدام فرزندشان زیادتر ذکاوت دارد و زیادتر حسن دارد و هرگز نباید به خاطر ذکاوت یا به خاطر زیبایی یکی رو بالاتر دانیم. و البته مسئله خرد و کلان هم هست. خیلی گفتم بعد از آمدن کودک خرد مایان کلانی ها رو فراموش میکنیم، در حالی که فرزند اگر 40 ساله و 50 ساله باشد هم از پدر و مادر همیشه انتظار و لطف و مهربانی است. یعنی طبیعت انسان رو الله چنین آفریده است. قول شاعری بود، هنوز هم که مادرم هست من خود رو کودک حس میکنم. پس از مرگ مادرم فهمیدم که چقدر من بزرگ شدم. یعنی با همین معنا شعر خوانده بودم که انسان وقتی پدر و مادرش زنده هست، اگرچه انسان بزرگ باشد هم باز میخواهد که پدر و مادر با او مهربانی داشته باشند، با او به کارهای او نظر کنند، یا اینکه گفتیم همیشه نظر آنها و این چونین به کارهای این فرزندشان یک قدردانی کنند. این چیز رو فرزند همیشه از پدر و مادر انتظار است. و خاطر اینکه دادر میده آمد، خواهر که میده تولد شد، حتی 3 ساله کودک رو بعضی فراموش میکنن. از اینکه کودک کلانی 3 ساله است و طفل نو به دنیا آمد، به کودک 3 ساله کسی اهمیت نمیدن. کلان شده، دیگر اپا شده، دیگر اکا شده، دیگر او رو به حالش میمونند و تمامی الطاف و نظر و مهربانی و همه چیزها به کودک و میبینید که اون کودک بزرگ بزن میزند خورده را. یعنی در بسیار عائله هایی که شکایت از آن دارن که چرا کلانی و خردی رو میزنن، شاید پدر و مادر از حد زیاد احترام یا ببخشید از حد زیاد لطف و مهربانی به خردی دارن. و فراموش نکنیم که اومدن کودک خرد خود برای فرزندان کلان یک کم صدمه هست. یک مهمان نو اومد گویا که محبت مادر و پدر رو میدوزد و ما به این باز زیادتر به خورد اهمیت داده. میبینید که کلانی ها چگونه اخلاقشان دیگر میشود. و البته مسئله اخلاق هم هست. آره، اخلاق چیزی هست که پروردگار برای ما آزادی داده است و انسان برای دیگر کردن حسنش اگر قادر نیست، برای دیگر کردن ذهنش اگر قادر نیست و او فقط میتواند انکشافش دهد، اما انسان برای دیگر کردن اخلاقش مسئولیت دارد و هر یک انسان از اخلاق خودش پرسیده می شود. بعضا می شود که به خاطر خوش اخلاقی که بعضی انسان ها خیلی اخلاق خوب دارند و واقعا باید به این اخلاقشان ستوده شوند، بعضا به خاطر اخلاق خوبش به یک کودک خوش اخلاق اینقدر زیاد اهمیت میدهند که بد اخلاق از آن هم بدتر شدن میگیرند. برای همین اینجا باید بدانیم که برای اینکه بد اخلاق از حد نگذرد، کارهای خوبی که او دارد باید از آن قدردانی کرد، تشکر کرد و البته تنبیه هست، جزا دادن هست، اما جزا دادن نباشد که یک فرزند بر علا ببیند و حس کند که او در خانه درجه اش در مهر و محبت از دیگران پایان تر می باشد. اینجا ببینید هم در مسئله پسر دختر، هم در پسر و دختر، در مسئله خرد و کلان، در مسئله اخلاق، زیبایی، ذکاوت، نوعدالتی ها در زیاد عائله ها هست و فکر کنیم که کدام این در من مثلا همچون مادر کدامش هست. آیا به خاطر زیباییش یکی از فرزندانم رو بالا میدانم؟ آیا به خاطر اینکه یکی اخلاقش بالاتر است، زبانش شیرین تر است، بالاتر میدانم و با او ملاطفت زیاد دارم؟ یا به خاطر اینکه یکی خرده هست با او زیاد وقت میگذرانم و برای کلانی ها وقت جدا نمیکنم؟ یا اینکه آیا در من هم از آن اخلاق جاهلیت هست که من پسر رو بالاتر میدانم یا دختر رو بالاتر میدانم؟ درباره این هر یک انسان، هر یک پدر و مادر باید فکر کند. و مسئله دیگر پیامدها، عاقبتها، مصیبت هایی که وقتی ما بین فرزندان عدالت رو رعایت نمی کنیم و بر علا یکی رو از دیگر بالاتر میدانیم دیده می شود. اولا چه خیلی گفتیم در شریعت از گناه های کبیره این عاق پدر و مادر بودن است و معنای عاق پدر و مادر رنجانیدن پدر و مادر، خفه کردن پدر و مادر گوییم، یا اینکه پدر و مادر از کاری که شما کردید راضی نیستند، در کنج دلشان نسبتتان یک بدبینی یا اینکه خفگی پیدا شد اما نمیگویند. یعنی عاق حتمی نیست که بگوید عاقت کردم، اگرچه او در قلبش از تو ناراضی است و همین کاری تو رو بخشیده نمیتواند، این الکی معنیش این است که تو عاق است، یعنی خفه کردن و اذیت دادن پدر و مادر. وقتی پدر و مادر در خردی بین فرزندان عدل و عدالت نکردند،
در بزرگی نباید انتظاری نکویی فرزندان باشد. ببینید در ما حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند چگونه که دوست می‌دارید فرزندان به شما عدل بکنند، حق شما را بدهند، شما هم بین فرزندان عدل کنید، حق آنها را دهید، یکی را بالای دیگری بالا ندانید. و اکثریت فرزندانی که بر علا میگویند من از حق پدر و مادر بودن نمیترسم، اصلا من به دعای پدر و مادر نیاز ندارم، برای اون که هرچی کشیدم از دست آنها کشیدم، هرچی محروم هستم از دست آنها محروم هستم. میبینید که در خوردی چی ها کشیدن. من خودم شخصا با خواهرم نیست، افای بزرگ است، صحبت داشتم، صاحب نبیره و نوسه هم هست. او میگوید تا حال نمیتوانم پدرم را ببخشم، برای آنکه هرچی مال و ثروت داشت به دو پسرش داد و من و دو خواهرم را از همه چیز محروم کرد. تا امروز ما وقتی در یک زندگی خیلی پر مشقت زندگی داریم، برادران من صاحبی 4-5 خانه و چقدر از مال و ملک هستند و من هرگز نمیتوانم ببخشم پدری که فقط تمام داراییش را به پسر داد و ما را از اینکه دختر هستیم از همه چیز محروم کرد. علاوه بر این فرزندانش پسرهایش همه خواندند، صاحب معلومات عالی شدند. مایان دختران را از صنف 7 بالا خواندن نموند و من نه از عاق شدن جای ترس دارم، چون میدانم که پروردگار ظالم نیست و او میداند که چرا من از پدر خود راضی نیستم و اما نمیتوانم ببخشم، حتی دعای خیرش کنم. یعنی پس از مرگ پدر هم اینگونه نسبت پدر خود بغض و کینه داشت. یعنی اینگونه ناعدالتی چگونه گفتم از خورده. ببینید وقتی فقط برای مثال ببینید دو فرزند رو در خانه و یکی هدیه گرانبها آوردید و دیگر چیزی نآوردید، با کدام چشم سوی شما نظر میکند؟ با کدام چشم سوی آن هدیه و سوی آن برادرش؟ یک بار میبینید که به قلبش میگوید چرا من مگر فرزند تو نیستم؟ گناهی من چی هست که او رو از من بالا میدانید؟ چرا به او هدیه های گرانبها به من نه؟ حتی به آغوش گرفتید، یک کودکی رو دیگرش یک نگاه به شما میکند که او هم انتظار است و یکی خیلی تشکر گفتید و دیگر چیزی نگفتید، در حالی که هر دو در یک کار سهم داشتن. میبینید که کسی که تشکر گفتید چگونه است و دیگری چگونه میشود. از شکل یعنی از ظاهرش بیان میشود، چون عدالت خواهی چگونه که در اول برنامه گفتم در فطرت کودک و انسانیت هست. مسئله دوم یعنی سبب بدبینی پیدا کردن نسبت پدر و مادر و حتی عاق پدر و مادر شدن می شود وقتی که پدر و مادر عدالت را رعایت نمی کنند و یکی از فرزندان را به خاطر چیزی از دیگر فرزندها در معامله بالاتر می دانند. مسئله دیگر یا اینکه مصیبت دیگر و پیامد بد دیگری که بعد از ناعدالتی ما باید انتظار شویم، این بدبینی خواهر و برادر نسبت یکدیگر. قصه یوسف را به یاد دارید. یعنی برادران یوسف از اینکه پدرشان یک بود، خون یک پدر در رگ آنها می‌دوید، میگویند لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا و نحن عصبه ان ابانا لفی ضلال مبین. چی هستین؟ یوسف با برادرش در نزد پدر ما دوست داشته تر است. او یوسف و برادرش را از ما زیادتر دوست می دارد، در حالی که نحن عصبه، مایان فرزندان کلانی هستیم. این مایان بودیم که پیش از اینها به دنیا آمده بودیم و در خدمت پدر بودیم. این ابانا لفی ضلال مبین. حتی در حق یک پیامبر صلی الله علیه و سلم به تمام پیامبران که چی میگویند؟ در گمراهی آشکار نسبت عدل و عدالت است. و همین محبتی کم زیادی حضرت یعقوب که البته پیامبران اسمت دارن، نمیگویم گناهگار هستند، ولی تا حد محبتی که حضرت یعقوب داشتن برادران یوسف به خاطر اینکه چرا تو رو زیادتر دوست می‌دارد و چرا ما زیادتر نوازش پدر و در تو می‌بینیم، برای کشتن یوسف عدل کردند. اقتلوا یوسف رو بکشید یا اینکه به چاهش اندازید. می‌بینید که یعنی وقتی میگوید چرا فرزندان با هم اینگونه مشکلی دارند، چرا هم دیگر رو دوست نمی‌دارند، چرا خورده رو میزنند، چرا نسبت کلانی هیچ امید خوبی ندارد، یا اینکه چرا اینقدر
با هم مثل موش و گربه هستند، شاید آنها علکی به خاطر مناسبت هایی که شما کردید نسبت همدیگر رشک پیدا کردن و میدونیم که رشک انسان را میسوزاند. آتش حسد انسان را تمام عقلش را، تمام عاطفه هایش را میپوشاند و انسان دیگر کاملا از جهت غضب و از جهت نفرت حکم میکند. برای اینکه فرزندان بین هم خوب باشند، یکی نگوید که چرا پدر به تو زیادتر توجه میکند، چرا مادر به تو زیادتر تشکر میکند و تو را نوازش میکند، چرا من نه. تا اینکه فرزندها بین هم مناسبت خوب داشته باشند، باید اینجا پدر و مادر عدالت کنند. پس از بزرگی زیادی عائله ها رو میبینید که به فرزند خردی یک کم نفرت دارند. فرزند خردی رو کلانی ها زیاد دوست نمیدارند، برای آنکه اکثریت فقط دیدن که در دهان پدر و مادر همیشه انشالله همین مرا نگاه میکند، همین مرا گور و چوب میکند، انشالله تمام دارایی ما برای این است، اگر شما این رو خفه کردید ما راضی نیستیم، هرچی داریم برای این است، دادر خوردیتون رو همیشه دستگیری کنید و بعد از سر ما باید این کنید اون کنید. گویا که فقط دادر خوردی در آن خانه فرزند است، دیگرها فرزند نیستند. از اینجا شروع می شود فرزندان کلانی بدبینی را نسبت برادر خردی خود. اوره بعضی ها هستند کلی حق خود را زیر پا میکنند، یعنی از تمام حق خود میگذرند به خاطر رضایت پدر و مادر که پروردگار از ایشان راضی باشد و میگن هر چه شما بگویید. اما نه همه قلب و ایمان یک گونه است، ایمان تفاوت دارد. بعضی ها میگن نه، چرا فرزند خردی فقط فرزند تو هست، من کجا بودم، من کجا بودم، من چی نقش در حیات تو همچه فرزند دارم. علل خصوص دخترکان کلان که میگویند برای ما 10 متر جای هم در این خانه جدا نشد و تا 1 کیلومتر مسافه ها برای اینها هست. و البته مسئله دیگر مسئله بی‌راحگی و بد اخلاقی هست. فرزندانی که در خانه دیدن که برای آنها توجه نمی شود یا توجه کمتر است، توجه به فرزند دیگر زیادتر است، راز دل خود را و این چونین تنهاگی های خود را می روند با دوست خود یا یک نفر بیگانه در میان می گذارند. دوست پسر پیدا کردن دخترک ها زیادی سبب از آنجا سرچشمه می خورد که در خانه کسی را ندارند درد دل کنند، یا اینکه پدری را ندارند که پشت آنها باشد و همیشه حمایتشان کند، یا برادری را دارند که همیشه پدر و مادر او را از ایشان بالا می داند و الکی نسبت اون نفرت دارند و باوری ندارند. مهر پدر و مادرم را از من دزدید، از این چی انتظار هستم. و این چونین پسر بچه هایی که با پدر و مادر کلی نقشه های خود را پنهان میکنن، یعنی ببخشید از پدر و مادر هیچ یک مسئله رو با پدر و مادر خود در میان نمیگذارن. زیادی ها الکی ناامید هستند، میگویند برای اینکه اصلا به نقشه های من از خوردی هم توجه نبود، الان چرا به اونها بگویم، به اونها در میان گذارم. یعنی بی توجهی پدر و مادر سبب می شود فرزند ما مشکلی هایش را با بیگانگان حل کند، سر و اسرارش را رود به دیگران بگوید، راه حل را از پدر و مادر نه از دیگران بجوید، در حالی که ما به کسی توجه کردیم به کسی نه. میبینید بعضی ها میگویند ماشاءالله فرزند خردی من همه مشکلیاش را با من در میان میگذارد، همه گفته هایش را من اجرا میکنم. این کلانی مشکل دارد که همه را پنهان میکند. شاید به کلانیش ما اصلا فرصت ندادید که باره مشکلیش را گوید، یا اینکه تو الکی کلان هستی گویان از 3 سالگی به حال خودش وا کردید، رها کردید و دیگر او امیدهایش را شکسته است. و اینجا این گونه پیامدهای خیلی خیلی مصیبت زا یا پیامدهایی که در حقیقت آینده یک فرزند را می شکند و به پدر و مادر هم مصیبت می آورد. و این چونین الکی وسیله رحم خود به پدر و مادر خود و برادر خود تو یک حسیات بد حقد و کینه پیدا میکنی، سرچشمهش شروع می شود از همان ناعدالتی بین فرزندان. و ببینید که برای معالجه این، برای اون که عائله ها قوی شوند، برای اون که هرگز برادر نسبت خواهر خود، خواهر نسبت برادر خود بدبینی نداشته باشد، کسی عاق پدر و مادر نشود، هیچ پدر و مادر هم از فرزند خود خفه نشوند. گشته و برگشته در این مسئله هم پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت میکنند، هم الله در قرآن کریم میگوید. الله میگوید ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. الله شما رو امر میکند، امرتون میکند انجام بدهید این کارو
بالعدل، با عدالت، با انصاف، حق کسی رو نخوردن. کسی رو چی در خانواده باشید، چی در بیرون باشید، در همه جا عدل و انصاف رو رعایت کنید. ول احسان و نکوکار باشید و ایتاء ذی القربی، با خویش و تبار خود خوب باشید. و خویش و تبار یکم پدر و مادر ما هستند و فرزندان و خواهر و برادر ما هستند. دوما میبینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم را حدیث در صحیح مسلم است، نعمان ابن بشیر روایت میکنند که وقتی پدر برای یک پسرش فقط میخواهد هدیه بدهد و پیامبر میگوید، پیامبر الله امره دختر رواحه همسر من میگوید که شما به این شهادت بدید، شما شاهد باشید من به همین پسرم یک مقدار مالم را بدهم. پیامبر میگویند آیا فرزندی دیگر هم داری به جز همین فرزندت؟ او میگوید آره من دیگر فرزندها هم دارم. پیامبر میگویند به دیگرها هم دادی از مال؟ او میگوید نه فقط به همین. پیامبر میگویند اتقوا الله و اعدلوا بین اولادکم، از الله بترسید، بین فرزندان خود عدالت کنید. من به این جور و ظلمی که کردی شهادت نمیدهم، مرا به این گناه شریک نکن، برو از پی کسی دیگر شو. این کاری که تو میکنی ظلم است. چرا فقط به همین پسر تو مال میداده ای به دیگران نه، وقتی که دیگر فرزندها هم داری؟ من در این گناه شریک نیستم و من به تو میگویم که از الله بترس و عدل و انصاف کن. در روایت دیگر آمده است که آیا میخواهی فرزندان تو نسبت تو عادل و منصف باشن، انصاف کنن؟ او میگوید آره. پیامبر میگن پس تو هم انصاف کن، پس تو هم عادل باش. و پیامبر رد میکنن شهادت دادن را و این چونین این مرد هم میگوید دیگر پیامبر اجازه ندادن، من فقط به یک پسرم هدیه نمیدهم. این چونین در مسند امام احمد است. تکرار به تکرار پیامبر میگن اعدلوا بین اولادکم، اعدلوا بین اولادکم، ای مردم بین فرزندان خود عدالت کنید، یکی رو بالاتر دیگری رو پایان نکنید، به یکی زیادتر توجه، به یکی زیادتر هدیه، به یکی زیادتر خنده و تبسم و آغوش و بوسه کردن، دیگری رو یک کنار گذاشتن که یا بزرگ هستی یا شوخ هستی یا چیزی دیگر، این کار رو نکنید. اعدلوا بین اولادکم، بین فرزندان خود عدل کنید. و اینجا عزیزان مسئله دیگر هست. مسئله هست که بعضیا میگویند چیکار کنم، کار قلب من است، یکی رو زیادتر دوست می‌دارم، از آن که زبان شیرین دارد، یا از آن که خردکک هست، یا از آن که زیاد به من یاردم میکند. انسان برای محبت قلبی در نزد الله پرسیده نمی شود. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی چون محبت دل، دوست داشتن یک نفر، کسی رو قبول نکردن با قلب خود مسئله دل است و انسان گویا که دلش در اختیارش نیست. اما ما مسئولیت داریم در اخلاقهای ظاهری، در گفته هایمان، در کرده هایمان، در داده هایمان. برای همین گفته در قلبم گویا که یکی را زیادتر دوست می‌دارم، یا مثلا مردهایی که چند زن دارن یکی را زیادتر دوست می‌دارم، و کار دل است. اما انسان در ظاهری باید کاملا بین فرزندان عدل و عدالت کند. درست است یکی از فرزندان دانشجو هستند و او زیادتر باید پول بدهی از اون که کسی که در خانه هست. یکی بیمار است، او باید خوراک‌های مخصوص خورد برای اون که در حقیقت بیمار است و او باید زیادتر توجه کرد. اما در عین زمان به دیگران هم باید بگفت که فرزندانم من به این برادرتون زیادتر مهربانی میکنم چون میبینید بیمار است یا نقصان دارد، یا به فلانی زیادتر هدیه میدهم برای اینکه او دور است از شما، همراه شما نیست، چیزهایی که به شما میدهم او از آن محروم است. و این چیز باید خیلی، یعنی در این مسئله ها اگر پدر و مادر نشسته همراه فرزندان صحبت کنند خیلی خیلی آسان می شود. اما چی هست که ما تماما در این باره ها صحبت کردن را عیب میدانیم. سر یک میز نشسته همراه فرزندان صحبت کردن، در این و یا آن مسئله صحبت کردن و اینجا فهموندن که انا به خاطر اینکه این خیلی کوچک است تو هم کوچک بودی این گونه مهربانی میکردن، برای همین به این زیادتر اهمیت میدیم بتونه. اگر اینها را گفتیم بدبینی ها از بین می رود، فرزندان نسبت همدیگر رشک نمی کنند و این چونین نسبت پدر و مادر هم گمانی بد نمی کنند که چرا فلانی رو زیادتر میگوید و مورانه. و چیزی دیگر عزیزان، اینجا یک دخالت کوچک خشم تبار هم هست. بعضی ها هستند به خانه اتان می آیند و در نزد همه فرزندها
میگن همین فرزندتون رو من خیلی دوست داشتم، خیلی اخلاقش به من معقول شد، انا اینها نه. لیکن یا میگن همین فرزندتون به خودتون مانند بوده است، ذکاوتش بلند است، اما دیگران رو چیزی نمیگوین. یا اینکه به پسرتون زیاد اهمیت دهید، پسرتون آینده دست شما رو میگیرد، دختر رو به حالش مانید، مال مردم است، این گونه میگوین، در حالی که دیگر فرزندها شنیده ایستادن، در حالی که دیگر فرزندها شنیده ایستادن و الله که فرزند خودش رو خیلی پایان حس میکند یا یک حس در خود پیدا میکند، یک کمیه که خیلی به شخصیتش ضرر میرساند، حتما اینجا بگویم به خویش و تبار که آره این ذکاوتش خوب است، اما او هم ذکاوتی کم ندارد، این چنین استعداد دارد، اما دیگری هم در دیگر مسئله ها خیلی خوب است، در این کار این شوخ است، اما این هم کارهای دیگری دارد که این هم شوخ است. اینها یعنی یکی از دیگری بالا نیست. باید نفرانی که و ما در این مسئله گویا مشورت میکنند که یک فرزندت خوبتر است و به او زیاد اهمیت ده، دیگری نه، علل خصوص مسئله کسی ذکاوتش بالاتر و دیگر، حتما باید پدر و مادر یکم فکر کنند که من چی کار کرده ایستادم، برای اون که کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتی یا کلکم راعون، شمایان همتون مسئولیت دارید از زیر دستان خود، پرسیده می شوید که و کی چی کار کرده. و همین گونه مسئله های ناعدالتی یا اهمیت ندادن به یکی به دیگر زیاد اهمیت دادن در ما دیده می شود و متاسفانه بعضی ها این رو تماما یک چیز عادی فکر میکنن برای اینکه همین گونه بزرگ شدن. اما عزیزان چه خیلی که گفته ایستادم، اگر ما پیش راه این مصیبت را نگیریم که در حقیقت یک مصیبتی هست، وقتی در خانه کودک 4 ساله گریان است در کنج خانه که چرا هدیه برای 1 ساله هست و برای من نه، چرا به او مهربانی است و برای من نیست، این مصیبت است. این فرزند از همین خردسالی یک فرزند بزرگ می شود که خشین و بدگو و بدگمان و نسبت علل خصوص دادرچه خردیش که چرا همین آمد، کاش نمی آمد که همه محبت بالای من می بود. این در حقیقت چیزی عادی نیست، این را نباید نادیده گرفت و خیلی در این مسئله باید احتیاط کرد. مبادای یک روز نشسته نگوییم که چرا اینقدر فرزند من بیرحم است، چرا اینقدر مرا طعنه میکند، چرا میگوید تو برای من چی کردی، تو مادر دادرم بودی، تو مادر خواهرم بودی، تو مادر من نبودی، تو پدریت رو فقط برای دخترت کردی، برای فلان پسرت کردی، به من کی پدری کردی. مبادای اینها رو حیران شوم چرا این رو گفت نگوییم. از خودی حاضر باید فکر کنیم که کاری کنیم که نه خودمون از فرزندانمون برنجیم، نه فرزندانمون دامنگیر باشن که در خانه نسبت من به عدالتی بود، در خانه نسبت من به انصافی بود، من هم بودم اما طرز مناسبت میکردن که گویا که من وجود ندارم. این بود عزیزان برنامه امروزه من همراه شما. انشاءالله که این گفته ها هم در خانه خود بنده که مادر هستم، هم در خانه های خود شما عملی باشد و هیچ فرزند عاق پدر و مادر نباشد. کل فرزندان الهان نکوکار و بار پدر و مادر باشند و این چونین هیچ فرزندی از پدر و مادر خود نگویم اکنون همچون ظالم بشناسد، هیچ فرزندی از پدر و مادر خود خفه نباشد یا اینکه ناامید نباشد که دست مرا نمیگیرن. بگذار فرزندها همه با پدر و مادر یک جای در سیله رحم قوی باشیم تا برکت پروردگار در عمر و در رزق و در سلامتی و زندگی ما بیافزاید. تا برنامه های دیگری آسانه در پناه الله یگانه باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.